الله اکبر الله اکبر الله اکبر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی জ্যোতি ডিশ 35 সানবিট এক চামচে 30+ বাসন পরিষ্কার। حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماسه ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند. یقینا در این برهه تاریخی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولای ما ملت مظلوم و مقتدر خود را کفایت می کند تا با تبعیت تام از ولی فقیه شرعی و قانونی مسیر باقی مانده تا قله سربلندی را با وحدت و اقتدار به پایان رسانند و پرچم این انقلاب را به دستان با کفایت ایشان تقدیم کنند. به روح بلند امام راحل و خلف صالحش، قائد اعظم، شهید و عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای درود می‌فرستیم. ملت نستوه ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغدارند. The devils of the world will celebrate, and everybody they have managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time. Trump is going to see, because revenge is coming, and revenge is coming soon, and revenge is coming after Trump, after everybody who facilitated this assassination. He will pay the ultimate price. And it's not only by the millions of Iranians, it's not only by the millions in resistance countries, it's also by those who have newly joined the resistance